سلام و حرمت فراوان به شما عزیزان دنبال کننده کانال نخبگان. شما را به این نوبت از گفتگو هم خوش آمد میگیم. در این گفتگو با جناب دکتر میرویس قیاسی، استاد دانشگاه و گواه رویدادهای حداقل 3-4 دهه پسین افغانستان قرار است که راجع به آنچه با عنوان کودتا، انقلاب، جشن شکوهمند، فاجعه ازش یاد میشه، حادثه 7 ثور و پیامدهایش، چرایی عوامل و این مسائلش بتانیم صحبت بکنیم تا آرام آرام در تداوم موضوع برسیم به 8 ثور و چرایی ناکام شدن این دو اتفاق و این دو حادثه و دو رویداد در تاریخ افغانستانی که برای امروز از حادثه 7 ثور به ویژه چه میتوان یاد گرفت و چه میتوان آموخت. ما در کانال نخبگان در مقام مقایسه میان دو رویداد 7 و 8 ثور نیستیم، اما به لحاظ از اینکه امی دو رویداد در تداوم هم قرار گرفتن و ما امی دو روز پای همه برای 7 و 8 ثور ویژه داره میخوایم که این دو حادثه و این دو رویداد بررسی بکنیم و از آموختنی هایی که وجود داره ازش یاد بگیریم و بدانیم. جناب قیاسی صاحب، سپاسگزار هستیم از فرصتی که در اختیار ما گذاشتین. در آغاز اگر لطف بکنین راجع به آنچه که شما تحقیق کردین، پژوهش کردین، دیدگاه های میدانی و عملی خودتان هم بودن، راجع به عوامل کودتای 7 ثور صحبت بکنین که ارزیابی های شما چی را میرسانه، چه عوامل باعث اتفاق این کودتا شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به شما برادر عزیز، کانال بینندگان کانال نخبگان و همه هموطنان عزیزی ما در هر جای دنیا که هستند. این بحث آغاز میکنیم. یک بحثی بسیار مهم و اساسی و بخش مهمی از نیم قرن تاریخی آخر کشور ماست. در این مسائل دقت بسیار ضرور است که انسان علاوه از اینکه وابسته به هر جناح، به هر ایدئولوژی، به هر مکتبی که باشه، باید عدالت را در این بحثا مراعات بکنه، هر آنچه که دیده و هر آنچه که هست باید بگوید. ولی شیوه معنی است که ما با نکات علمی مسائل بسیار میپردازم. به همین خاطر شما گفتین کودتا یا انقلاب، یک نکته علمی اینجا یادم آمد. اگر اجازه بدین یک دقیقه رو تشریح کنم برای نسل جوان، برای نویسندگان ما، فعالان ما در شبکه‌های اجتماعی بسیار ضرور است. مردم ما با این نکته باریکی متوجه نیستند. کودتا کلمه انگلیسی یا کلمه خارجی چیزش است. انقلاب کلمه عربی به معنای عین کودتا است. بعضیا در افغانستان اول را که می‌بینم حتی از همون طرفداران حزب خلق و پرچم پا فشار می‌آورند که انقلاب بود، کودتا نبود. و از طرف راست مجاهدین و دیگه ملت افغانستان را میگن کودتا بود و انقلاب نبود. و این نکته باریکی هر دو جانب متوجه نیست. کودتا هم انقلاب است، انقلاب هم کودتا است. یادتان باشه که انقلاب کلمه عربی است و در عربی بسیار بار منفی داره. هر جایی که انقلاب میگی به این معنی است که یک کار منفی انجام داده ای. و خداوند جل جلاله در قرآن کریم هم هر وقت که از یک گردش یا چرخشی مثبت به منفی که میایره به نام انقلاب یاد میکنن. در یک آیت خداوند میگه که فانقلبوا بنعمت من الله، از نعمت خدا بازگشتند. یا در دیگه جای خداوند جل جلاله میگه که فانقلبوا صاغرین، یعنی بسیار انسان‌های پست شدن، ذلیل شدن. انقلاب کلمه عربی است، معنا و هم معنای لغویش هم معنای اصطلاحی و مفهومیش بار منفی داره که همون کودتا است. این همین نسل جوان ما باید این را بدانند. و عربا هم اگه هر وقتی که یک کس بخواند اصطلاحات معاصرشان هم که بگوین میگه اینا انقلابی هستند. انقلابی یعنی کسایی که از مثبت به منفی تغییر میکنن و بهتر است که نامش هم انقلاب بده. دیگه وقتی که تغییر میگیم، اگر تحول از منفی به مثبت بود، باز از نگاه علمی را تغییر میگن. خداوند جل جلاله در قرآن کریم میگه، چون متن همون بلندترین متن چیزی عربی، آخرین قله متن عربی قرآن کریم است. من خودم آیات استدلال میکنم. خداوند میگه که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. و خداوند میگه هیچ قومی را میگه تغییر مثبت در اونها نمیارن تا در خودشان تغییر بیارن. هر جا که کلمه مثبت رو تغییر یاد میکنن در آن. و به هر صورت یک نکته بود که توضیح از این لازم بود.
میایم وارد بحث میشیم. به نظری من اگر شما اجازه بدین برنامه ما شما تقریبا 40 دقیقه یک ساعت است، 5 دقیقه از این اختصار کنیم برای میگم که یک مرور مختصر به می تاریخچه همین انقلاب داشته باشیم. میروم. این بسیار مفید است برای فهمی از این. بسیاری ها میگن که همگی میفهمند، این تو نیست. نسل جوان ما همین نسل 20 سال 30 سال اخیر واقعیت از این قصه را نمیدانند. همین قسم هم را در یک پله در یک ترازو طول میکنن، منفی مثبت تحولات هم با هم آمیخته میکنن. 78 ثوره امروز 8 ثوره است. ما میخوام که یک توضیح تاریخی بدم. حزب خلق افغانستان به نام حزب دموکراتیک خلق افغانستان اولین بار از مفکوره نور محمد ترکی نشأت گرفته. اگرچند جریان‌های چپی دیگر هم، شخصیت‌های چپی دیگر هم مثل غبار، مثل زوما، اینها در افغانستان بودند، ولی کسی که خواست که با همو تراس یا شکلی لنینیستی و مارکسیستی در افغانستان تاسیس بکنند نور محمد ترکی بود. تاریخ خبیره نشان میده که نور محمد ترکی در اول، زوما، غلام محمد غبار، ببرک کارمل و از دیگه از دوستان از اینها، خیبر، اینها خواستن که یک حزب اول فعالیت از اینا چندین سال دوام کرده بدون تاسیس حزب، کار کردن، اعضا جمع کردن و از احزاب پیشرو و احزاب یعنی معاصری همون زمان حزب خلق سابقه تر از به همه احزاب. حزب بالاخره در اول جنوری سال 1965 یا 11 جدی سال 1343 هجری شمسی حزب اول بنا کردن. در اولین تاسیس حزب که اینا جور نیامدن، غبار هم بودن، زوما هم بودن. بعدا زوما و غبار به اساس اختلاف اندیشه های مارکسیستی یا بنیادگرایی که ترکی و ببرک داشتن از این جریان خارج شدن، ولی باز برای اولین بار در خانه ترکی در همین تاریخ یاد کردم طاهر بدخشی، نور محمد ترکی، ببرک کارمل، خیبر، صدیق الله روحی، دیگه عبدالهادی محمودی و بعد هم که باز این حزب تاسیس کردن در همین تاریخ در خانه نور محمد ترکی. و بعد از او 18 نفر که از جمله غیر از کسایی که نام گرفتیم، دستگیر پنشیری، سالم محمد زیره، کشمند، شاولی، عبدالکریم میساق، محمد ظاهر، عبدالوهاب صافی، اینا یک مجمع را تشکیل دادن که به ریاست آدم خان جاجی، در اون وقت رئیسش شاید از قبالی طرف مرزی طرف افغانستان بوده، به نام آدم خان جاجی رئیسش بوده و معاونش هم عبدالکریم شریع جوزجانی یا عبدالحکیم شریع جوزجانی که فعلا مسئول است فکر کنم در پاکستان زندگی میکنه. اینا حزب تاسیس کردن 18 نفر به نام حزب دموکراتیک خلق افغانستان که باز این سال 65 بود. باز در سال 67 ما در مطالعه نشان میده که باز پرچم از حزب خلق جدا شد و اینا حزب تاسیس کردن. این حزب اندیشه‌اش یک حزب لنینیستی مارکسیستی بود و حزب بنیادگری بسیار زیاد یعنی راستی و طرف مارکسیسم با یک اندیشه تاسیس شدگی بود که امروز هم بسیاری از اعضای از اینا را اعضای برجسته از اینا را وقتی یاد بزنه مثلا دین و اعتقاد و باورهای دفاع میگن دکتر نجیب از همه کرا مسلمان بود. این توضیح ضرورت بود که هر کس که حزب خلق دموکراتیک خلق افغانستان بود و اون مانیفست یا معاهده از نور که امضا کرده بود، این لازمش هم بود که اعلان به خدایی بکنه و اعلام بکنه که ما یک آدمی ایدئالیست یا مسلمان نیستم و این حزب به همین اساس با هم اساسی اندیشه های مارکس و لنین تاسیس شده بود، هم از نگاه پیدایش و فکر، هم از نگاه روش و عملکرد کافی از حزب لنین بود. دیگه این در تاریخ تاسیس بعد از تاریخ تاسیس حزب زمانی بود که اولای دورهای دموکراسی بود که در افغانستان شاهی مشروطه شد و دموکراسی آزادی بیان آمد و آزادی تاسیس احزاب آمد و این حزب در وقت اصلا تاسیس شده که آزادی احزاب در وقت بود فکر کنم در 1948 در 1348 آزادی احزاب رسما اعلان شد و به هر صورت این حزب آمد و در مقابلش یکی از کتله و نیروهایی که محل استقرار حزب بیشتر دانشگاه کابل بود، یعنی فارغینی که از علوم شریعه فهمان بودن، از ابن سینا بودن و مثل سلیمان شریع جوزجانی، دیگه اکثر اعضای عزیز فهمان کابل بودن و محل فعالیت از اینا بود. همزمان با این دیگه جوانای مسلمان و
کسایی که اندیشه های اسلامی داشتن که او پسان یک رابطه پیدا کرد، از کجا آمد. اولین مؤسس نهضت اسلامی افغانستان استاد غلام محمد نیازی که به قوم نیازی بود، از غزنی بود و اوی مفکوره اخوان المسلمین در تقابل با اندیشه های مارکسیستی هیچ در پوهنتون کابل تاسیس کرد و تاریخ و جریان و جزئیات زیاد است که وقتی ما شما را میگیرن. تاسیسی از بعد جا شروع شدن. باز دیگه سوال شما همین بود که علتهای کودتا را بگوییم یا یک تاریخچه کودتا را بگوییم. بله، راجع به عواملش بیشتر میخواستیم صحبت بکنیم، ولی شما لطف کردین برای روشنی بیشتر هم این تاریخچه هم به بسیار زیبایی بیان کردین. حالا راجع به علتهایش اگر تمرکز کنیم بهتر خواهد. عواملش در شک نیست که اگر غیر جانبدارانه چی کنه نظام های افغانستان چی در یک مدتی که سیاست خارجیش مربوط و تسلط انگلیس می بود و اونا تایید میکردن و بعد همین دوره های شاهی افغانستان در 150 سال آخر بسیار دوره های تاریک بود و جنگ های داخلی بود و اما امپراتوری بزرگ که افغانستان داشت منقبض شد و کوچک شد و آمد و بالاخره در زمان امیر عبدالرحمن خان و همین خلاصه تمام نظام هایی که تا کودتای حزب دموکرات خلق افغانستان آمد نظام های بسته بود، نظام های شاهی بود، نظام های دیکتاتوری بود، یک استقرار در مملکت نبود. مملکت ما از توسعه باز مانده بود، نه توسعه فکری در این مملکت بود، نه توسعه اقتصادی بود، نه توسعه سیاسی بود، در تمام توسعه علمی بود. در تمام بخش‌های افغانستان در همسایگی‌های خود مثل ایران و پاکستان ایجاد نسبتاً و به سایر دنیا کشورهای آسیای میانه که تحت تسلط شوروی اونها 50-60 سال تیر کرده بودند به یک رشد و نموی توسعوی رسیده بودند، اگرچه کشور ما زیاد عقب افتاده بود و نظام‌های دیکتاتوری و بسته و شکلی چیزش این را وامی داشت که وقتی که محصلین و جوانا که به ایجاد جماهیر شوروی میرفتن اونجا از همون رشد علمی و اقتصادی و چیزی که در شوروی میشد از اون تاثیر پذیر میشدن، به خصوص در دوره های ظاهر آخر ظاهر شاه افغانستان داشت که آهسته از همون خطی حائلی که مابین امپریالیسم و سوسیالیسم بود که افغانستان در یک محیطی واقع شده بود که اتفاق نوشته شده بود که به هیچ کار نداشته باشند، این داشت خارج میشد و محصلین بیشتر به ایجاد جماهیر شوروی روان میکرد و اونجا این محصلین رفتن و اونجا این مفکوره را تقلید کردن یا آموختن و ذوق شدن یا جذب شدن در این مفکوره، یکی در مردم به این اساس و دیگر نسبت به عواملی که در داخل افغانستان بود مردم امید خود برای یک انکشاف و برای یک نهضت علمی و گفا از دست داده بودند. این جوانها نیتشان هر چی که بوده یک ذره نسبت اگر این کلمه ما بیادبانه هم شده احمقانه و در اثری از اینکه اینا هم یک شناختی درستی از جامعه خود نداشتن، از مردم خود نداشتن، از تاریخ خود نداشتن. اینا فکر میکردن جوانها که در روسیه تحصیل کرده بود یا در اثر خواندن کتاب‌های از اونها مفکوره که به اینجا آمده بود توسط سفارت روسیه که در اون وقت مبارزه فرهنگی در جماهیر شوروی نسبت به هر کشور دیگه فعال بود در شرق، اینا متأثر از این شدن بدون از اینکه عواقب کار خود فکر بکنن، بدون از اینکه بدونن که جامعه آماده یک انقلاب، یک تحول و سبک سوسیالیستی هست یا نیست. عاملش علی یک برداشت غلط، یک مطالعه غلط و یک عواملی هم که ذکر کردیم که همین عوامل تشنج و بسیار خفقانه که در افغانستان بود، اینا فکر میکنن که با این کار این افغانستان از اینا نجات میده. بله. عامل اصلی کودتا هم یک برداشت غلط از جامعه بود. در ما اول تاسیس حزب هم در اون روز ما مصاحبه شرعی جوزانی رو شنیدم، همین مسائل که در خانه محمد ترکی که مطرح شده، زوما و غلام محمد خوبار که از این بحث برآمدن به خاطر این بود که زوما و غلام محمد خوبار شخصیت تاریخدان بود، عالم بود، تحقیق تاریخی داره، کتاب در افغانستان مشهور است. اینا دیدن که با مفکوره ای که ترکی و ببرک و خیبر و اینها میخوان حزب تاسیس بکنن افغانستان رو به تباهی بکشونن و دیدگاه از اینا با مصلحت نیست، اینا برآمدن از این نخواستن. این در مجموع اگر این خلاصه کنیم هم عوامل تاریخی و عقب‌ماندگی افغانستان بودن، عوامل خارجیش اندیشه سوسیالیسم و حماقت و نادانی و برداشت بسیار سرسری حتی از خود سوسیالیسم، از خود انقلاب، از خود لنینیسم. اینا حتی اگر مطالعه درباره شخصیت لنین میکردن، تاریخچه از اون میفهمیدن، طور کامل شاید کار در افغانستان میکرد. این واسطه عواملی است که این کودتا را سبب داد
ولی یک عامل دیگه، عامل سیاسی تاریخی در داخل افغانستان داره که لازم اینجا بگیم که قبل از کودتای 7 ثور 357 که خلق پرچم را برای انداخت، مشترک رمایز دموکراتیک خلق افغانستان، با در جریان بس میگیریم که اصل کودتا از خلقی و پرچم را خونه کشکلا آوردن ناگهانی. یک عامل سیاسی دیگه در چی بود که داوود خان اصلا انقلابی 7 ثور این انقلاب اصلی کمونیستایی نیست. انقلاب اصلی که کمونیستا راه خود و جای پای خود باز کردن انقلابی 26 سرطانی 1352 داوود خان است که او کودتایی که او کرد و بچه کاکایش که در خارج مظاهره شاه و حکومت به کودتای غیر قانونی یا کودتای سخت گرفت و تصرف کرد و جمهوریت اعلان کرد. جمهوریت در نام بود و یک جمهوریت دیکتاتوری به شکل ناصر و صدام مردم ها بود. عاملش بود. در پهلوی از اون معامله اگر اجازه بدین از دیگه تاریخی بسیار مهم است، کسایی که در پهلوی داوود خان در کودتا شریک بودن، کابینه از حسن شرق بود که مشاور ارشدش بود، رئیس قلم مخصوص 10 سال 20 سال بود و باز کودتا بسیار رول اساسی را بازی کرده. کتابی را داره به نام کرباشان برهنه‌پای، اگر جوانایی را بخوانند بسیار کتاب خوب است. و چند دیگه بعد از اون قدیر نورستانی بود که قماندان امنیه پلیس بود و باز وزیر داخله شد. یک طرف به نام سید عبدالله میگفتن، اونم در چند دوره وزارت‌ها وزیر بود. دیگه فیض محمد بود که وزیر داخله شد. اینا اکثرش اندیشه‌های چپی داشتن، اکثرش من نمیدونم دقیق ولی بسیار از اینها اندیشه چپی به سبک غبار و زوما داشتن. دیگه حیدر رسولی بود که وزیر دفاعش بود. دیگه غوث الدین فایق بود که وزیر فواید عامه بود چند دوره. عبدالحمید معتاد از پنشیر، اینا از اولاد داوود خان بودن. دیگه کسان بود که اینا اکثرش اندیشه‌های چپی داشتن. کودتا داوود خان کودتای چپی باشه که نیت داوود خان چی بود؟ ان دایره یا غیر مستقیم در روسیه رول داشت، میخواست که افغانستان اعظمی غیر منسلک بودن یا بی‌طرفی برای شرق و غرب بیرون بکنه و این کودتا را اونها کردن. و عامل این هم یا عامل دیگه است که داوود خان برای اینکه از صدارت ایرا سرداروالی در مسئله اختلال خانوادگی دور کردن، 10 سال خانه نشین بود. اما 10 سال خانه نشینی تاریخ کودتا را کشف کرد. کودتای داوود خان اصلا دلیل یا مقدمه کودتای خلق و پرچم بود که زمینه را برای از اینا مساعده بود. کل تاریخ نویسان در این متفق هستند که پرچمی‌ها داشت کرد. عوامل کودتا همین بود که وقتی که داوود خان کودتا کردن و کودتا کردن و اون یک جرقه بدبختی را در افغانستان زدن که تا این بود دیگه خاموش نمی‌شد. بله، راجع به مردم، استقبال مردم، نگاه مردم، برخورد مردم با این کودتاگران هم اگر صحبت بکنین که چگونه بود؟ آیا این کودتا با استقبال مردم روبرو شد یا مردم با او مخالفت کردند؟ وقتی در پانتون کابل اینا فعالیت‌های کمونیستی را شروع کردند، در داخل کابل مردمی که یک ذره چی بودن، یعنی شهری بودن و مردمی بودن که زود به افکار جذب میشدن و سواد خواندن و گپا داشتن، بدون شک حزبی از اینها در مبارزه سیاسیشان خیلی اعضا داشتن. گفتم میشم که در روز اولی که اینا کودتا کردن در اون وقت اعضای حزب 14,000 نفر بود در کل افغانستان که جذب شده بودن و فکری علاقات تربیوی نداشتن. از این معلوم میشه که یکی مردم در مبارزه فکریشان از اینا یک بخش نسبت به نفوسی واسه افغانستان اگه 14 بودیم باشه 14,000 نفر خیلی اینا یک جذب خوب بودن در ساحه دانشگاه. ولی با مجردی که نهضت اخوان المسلمین نهضت اسلامی افغانستان که با غلام محمد نیازی آمد و این جوانان را جذب کرد و در تقابل با اینا قرار گرفت، در بسیار وقتی اندک در یک چند سال بسیار محدود قصه برعکس شد. اعضای نهضت، طرفدارای نهضت، مردم عامه، متنفذین در ولایات، علما و اینا در پهلوی نهضت قرار گرفتن. اینا زیر گرفتن این خلق پرچمی. شاید در وقتی که کودتا کردن تعدادی اعضای نهضت اسلامی و طرفدارای از اینا خوشبینا از اینا که کردن نبودن، ولی از عقیدتی دینی ایمانی قرآنی شاید صدها هزار نفر برسید در کل ولایت. استقبال مردم در اول خوب بود ولی وقتی که در تقابل قرار گرفتن عکس از اینا که شد مبارزه باز اینا ضعیف شدن و تاریخ را میرد ببرک در پارلمان رفت. در پارلمان ولایت هم کرد توسط مولوی نبی که در برای پاسان جهاد بود. اونا در انایتا ببرک اینا در پارلمان و چیز افغانستان در وقت بودن در شورا. بله. ولی اقلیت موندن. وقتی کودتا کردن از اون روزهای اول کودتا هویتی از اینا برای مردم افغانستان، برای عامه مردم برای مورد استقبال قرار نگرفتن. چرا مردم استقبال قرار نگرفتن؟ من دلیل میگم. یکی ما داریم در تاریخ خود نام سومی بود. سومی بود داریم. این واقعی متاسفانه در وای بود زیاد اتفاق افتاد.
سومی خود داره که در اولی که اینا چی کردن بودن دخترای افغانستان در طبقه نیسوان در اون زمان که قیام کردن بر ضد از اینا افکار از اینا در روزهای اول کودتا که اینها در اونجا مردم به گلوله بسته کردن به این زمانی است که پیش از اینکه موسی بیاد اینا مردم به گلوله بسته کردن. سال اولی چی بود یعنی کودتا از اینا بود که ترکی خلاص کردن بود فکر کنم دوران اسلامی بود مردم کشتن از جمله ناهید بود و بسیار دخترها در اونجا مجروح شدن و کشته شدن و یک تظاهرات شد. باز داریم یک شب دیگه برنامه شبی آمدن روس‌هاست وقتی که بابرک کامال آمد مردم کابل در شهر کابل قیام کردن و برنامه الله اکبر در تمام بام‌های کابل ایستاد شدن مردم شعار دارن مردم برتیده از اینو در همون شب مردم اینو با گلوله بسته کردن بسیار مردم کشتن و استقبال مردم اینا مواجه نشد. بعد از اون در 24 هوت هیرات در فرقه هیرات اونجا مردم قیام کردن خود نظامی ها و مردم امروز از اینا در مقابل نیروهای رژیم قرار گرفتن. بعضی روایت است که 17000 بعضی روایت است 15000 ولی بعضی روایت است که 25000 نفر اینا در اون کشتن در ایران. بعد از اون در کنر در جاجی در بسیار جاها همین نیروهای نظامی خودی از اینا گوند اینجا مردم یک مورد استباق قرار میدن. اول کودتا شد ما آدم هست ما بچه صنفی 2 مکتب بودم ولی آدم هوشیار بود هیچ وقت تو ذهنیت‌ها یا نوجوان یادمون نمیرود. اما کودتا شد در قریه و دیهاتی ما پدرمان همه کسا کلگی را کودتای کافرها یا ملحدین یا طرفدارای اتحاد جماهیر شوروی می‌دانستند. در جای ما یک بعضی قریه ها بود که در زمان بلشویک‌ها به نام مهاجرا اینا آمده بودن از پای دریا. یک ذهنیت و تفکر در میان مردم بود که در ماورای دریا یا ماورای مثلا آمو در ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان 100 سال اونا جنگ کردن. بلشویک‌ها چطور آمدن کشورها را گرفتن. یک ذهنیت مفکوره عامه وجود داشت و اینا را همون تو تاپا زرگی تیار مردم ایمون کافر، ملحد، خدا و مخالف اقتدار شماری مورد استقبال مردم قرار نگرفت. در بسیار وقتی کم در سال اول کودتا مردم قیام‌ها شروع شد و مردم سیل مهاجرت ها شروع شد تا اینکه اینا مجبور شدن که یک اختلاف در داخلشون آمد. در بحث خود حضور بگیم که حفیظ الله امین ترکی را بالا دادن بعد از 13 ماه 14 ماه حکومتی از او را کشت. بعد از اینکه امین باز یک 3 ماه یا 7 روز حکومت کرد بعد از خود روسا متوجه شدن که کودتا ناکام شد دیگه هیچ نیست. بابرک کارمل آوردن و از مسکو و دوباره از ازبکستان و 100,000 نیروهای اتحاد جماهیر شوروی وارد افغانستان شد. افغانستان اشغال کردن. دیدن که امین در اثر ازی بود که مردم میره استقبال نکرد. زمانی بود که مردم کتله میلیون ها نفر مهاجر شده بودن دیگه. مردم حتی با عسکری رفتن از اینا استقبال نمیکرد. و همین خاطر اینا در همون 10 ماهی حکومتی ترکی و حفیظ الله امین اینا 17,000 نفر اعدام کردن، کشتن، مردم جمع کردن به خاطر اینکه مردم داره قبول نمیکرد. این عواملش دیگه از من شمس است که مورد استقبال مردم نه تنها اینا بود یک حزبی هم جریان خلاف این مردم خلاف همون سیر آب بگوییم یا جریان همون زندگی و اندیشه و فکر و عقیده و فرهنگ و تمام چیز مردم استقبال نشد. درست است. جناب دکتر صاحب از اختلافات هم صحبت کردن. خب اگر لطف کنین یک مقدار بیشتر توضیح بدین که حزب دموکراتیک خلق افغانستان که نام گذاشته بودن برای حزب بین 2 شاخه تقسیم شد. چرا اینها نتونستن وحدت کنن؟ چرا اینها نتونستن همسویشان حفظ کنند؟ آیا منهج‌های فکریشان و رفتاریشان فرق میکرد؟ چی بود همین علتی که اینها باعث اختلاف در بینشان شدن و تا آخر هم نتونستن کنار هم دیگه بمانند؟ این را اکثر دوستان دانشمند و قلم‌پرست و کتابخوان میدونن. و بازم من تکرار میکنم و یک چیز 3 موضوع بودن. اول همین بود که اینها بعد از تاسیس حزب از نگاه فکر و عقیده اندیشه مارکسیستی هیچ فرق نداشتن. هر دوشون وابسته به مسکو بودن. در میان از اینها بابرک کارمل و بعضی نخبگان دیگه از اینها مردم شهری بودن. اینها یک ذره بازتر فکر میکنن. اینا فکر میکنن که امی اعتقاد و باورهای ما و شما بسیار بنیادگرایانه است، با مردم جورتر نگه، باید در برخورد در چی با مردم باید یک روش نرمتر و سهلتر بگیریم و یک ایده باز خدا بگذاریم که متنفذین کسایی که ملاکات هم تو دولت لباس هم در این داخل شوند. اول اختلافی
روش در جذب حزبی بوده که ببرک با ترکی مخالف بودن که باز ترکی و امین و اینا بسیار بنیادگر مخالف ایگه بودن. این مسئله بوده. دیگه مسئله اختلاف از اینا بوده که قسم که اشاره کردن تاریخ نشان میده که طرفدارای ببرک پرچمی ها اینها در کودتای داوود خان دست داشتن. اینا متهم به این بودن که شما هنوزم در دنباله روی مفکوره و اندیشه های داوود خان هستید. در البته بعد از کودتا اختلاف از پیش از کودتا با اثر تفکرشان در روش بوده که اینا بگذارن ما نرمتر مبارزه کنیم، بازتر مبارزه کنیم، از راه پارلمان گما و دیگرها ترکی و امین و اینها انقلابی در فکر میکردن. اختلاف جلو شدن و یک دیگه با خودم اضافه میکنم که خب یکی طبیعت مردم افغانستان است. این نو نیست. در 500 سال 600 سال اخیر تاریخ افغانستان کنه طبیعت و سیریش مردم افغانستان با خودخواهی ببخشید کلمه را میگم واقعیت است. با خودخواهی، با خودپسندی، با برتریجویی، با اختلاف، با نفاق، با شقاق و این گپاست. هر حزب جنانی که در افغانستان آمده چی چپی راستی مشکل داشته. شاید با اثری هم چیز یک سایکولوژی مردم افغانستان یک شده. بدون از اینکه اینا چیزی در دستشون داشته باشن پیش از پیش اختلاف کنن. پیش از اینکه با قدر درست اختلاف کنن. این مسئله سایکولوژی و تربیت یک ملت در این نقش داره. فطرت مردم افغانستان مختلف هستند. انیا لازم این مرد گم نشدن. اینها عواملی است که اینا اختلاف کردن. و باز اختلاف اساسی از اینا در جریان قدرت جمهوری بوده. این رو اشاره کنیم که باز به دیگه سوال ضرورت نشود. وقتی که اینا که در قرار شد کودتا را اصلا کارگردان کودتا و عملا قمانده کودتا در دست حفیظالله امین بود. این ریسک حفیظالله امین قبول کرده بود. یک چند روز پیش از کودتا تمام اعضای حزب خلق و پرچم که در وقت حزب بود اینا را داوود دستگیر کرده بود. خطر از این میرفت که داوود به سبک ناصر مصری اینا را اعدام بکنه و محو کنه. اینا را هیچ پروگرام داشت. چون داوود قبل از یک سفری به سعودی داشت اونجا ملک فهد دیگه با گفت باید از رهبران افغانستان که ما در اینجا اون رو برش نرکردیم چی میگی نگویدن مسلمان هستی ببخشید که ما میزاد میشه گپای نو است مردم فهمن تو بیا بعد شب که طرف غرب طرف ما بیا شورای اسلام ما کمک میکنیم برای توسعه کشورت برای آبادیش پول برات میدیم. داوود خان داور جذب کرد از طریق سعودی به طرف آمریکا. با همین خاطر اومد داوود خان اینا را گرفت. عمو روابطی که داوود خان با چی داشت و مسکو داشت و بسیار پراکنده بود. در این سفری که در سعودی رفت به نام محمد خان جلاله از قیصاری علی فاریاب بود. از قیصر حال بعد شدیدم از آدمی چی دستی که از اندیولا و دستی به ایرم آدمی چپی بود. بازی از یا که گشتی و اعضای حزب خلق پرچم اینجا اول داد که خلاص گرمی شما رو جمع میکنن. داوود خان به طرف غرب تکیه پیدا کردن. خب امو کاجبی در سفارت روسیه در کابل اونا خبر شدن و اعضای حزب دستگیر کردن. وقت از وقت گذشته بود دیگه. در این وقتی بود که در داخل اردو جای پیدا کرده بود. شای مصبا کودتا آماده بود. یک از جمله حفیظالله امین اجازه گرفتم که برای اجازه بدید کار دارم در خانه خود تاسو بر نظر من در خانه چی کرده بود. در یک شبی که در خانه بود کودتا را حفیظالله امین کرد. حفیظالله امین فکر میکرد که کودتا را ما کردیم ریسک ما کردیم و باز کودتا خود توسط اعضای درجه 2 حزب توسط اسلام وطنجار توسط رفیع گلابزوی اینا و قادر که کماندان قوای هوایی بود دارم قادری سگ مشهور بود توسط از اینا شد. یعنی درجه 2 اعضای درجه 2 حزب را کردن و سرکردن حفیظالله امین. حفیظالله امین فکر میکرد که ما مسائل قضیه از قدرت بیشتر دامه بود. با همین خاطر خودخواهی ها و همون دیکتاتوری حزبی ترکی را قبول نداشت. در اثر اختلافات میگن که ترکی که وقتی که رفت در روسیه از همین عملکرد امین روسیه و کاجبی راضی نبود. برای ترکی گشتت کردن. ترکی که در میدان هوایی آمد اونجا باز اونجا هم این مسئله را میگن که جلالر در این تاریخ هم که جلالر باز با حفیظالله امین گفت که این قسمت که شاید کی برداره ترکی برداره. این ترکی را ناگهانی گرفت و کشت. ترکی یک اقدام هم کرد که حفیظالله امین میخواد قصر برام تو کنه پیرم کرد سرم بادیگارد شاد بادیگارد هم کشته شد. بعد با اثر این کار امین گرفت ترکی را کشت. ترکی دیگه قدرت شما او آدمی که کشته شد داوود تلون منظورتان است؟ داوود تلون. باز حفیظالله امین ترکی را کشت. ترکی را که کشت
بعد از کشتن از این دیگر روس‌ها نقشه‌شان این بود که ترکی باشه امین براوه دیگه همین قدرت داریم در ابتدا روس‌ها یک ذره همین همکاری که وفا کردند که مطمئن دو سازن بعد از این ساختن از این پروژه تکمیل شد و بالاخره در تپه تاجیک که دمو چلسودان و چی کردن امین بازی رو روس‌ها کشت و بعد از 3 ماه صدر حکومتش و در ششم جدی 100,000 نیروهای شوروی به افغانستان آمد و با ببرک با تانک روس‌ها به افغانستان آمد و اولین بیانیه‌اش از رادیو ازبکستان رادیو تاشکند ایراد کرد و به افغانستان آمد. این اختلاف اونو در اثر این گپ درست بسیار تشکر جناب دکتر صاحب. اجازه بدین که راجع به مسائل دیگه هم که در همین محور هست صحبت ها را با شما ادامه بدیم. راجع به جهاد، مقاومت و مبارزه مردم افغانستان در برابر امی کودتاگران است. قراره که از صحبت های شما هم برمیآید که این مبارزه، مقاومت، جهاد و ایستادگی مردم خودجوش بوده، عوامل خارجی در زیادتر دخیل نبوده. قراره که امروزه زیاد تاکید میشه بر از اینکه گویا دست عوامل خارجی بیشتر دخیل بوده و به اثر تحرکات خارجی مردم وادار شدن یا جریان های وادار ساخته شدن که در برابر این کودتاگرها جهاد کنن و ایستادگی کنن. چه از در زمینه دیدگاه و برداشت و دریافت های علمی شما؟ ما همه باید انصاف داشته باشیم. اسمی که پیشتر در بحث اشاره کردم، نهضت اسلامی افغانستان یک نهضت بسیار نوپایی بود، خوشبینی و طرفدار در افغانستان داشت، در هر ولایت، در هر قریه، قصبه و گپا، ولی اونها به حدی نبودن که بفهمن که اخوان المسلمین چیست یا پاکستان چیست یا عیسای چیست یا امریکا چیست. مردم نامی از این گپا رو نمی‌دونن. انقلاب یا قیام مردم افغانستان یک قیام ملی بود، قیام خودجوش بود و اساس هم اندیشه‌های اسلامی بود و عملکرد حزب خلق و پرچم باعث از این شد که مردم قیام کنند که مردم بگیرن و بکشن. در ظرف 3-4 ماه تو 1,50,000 نفر در افغانستان زندانی کردن بکشن دیگه مردم قیام میکرد. قیام مردم خودجوش بود، هیچ عوامل بیرونی دولت دراکی نبود، مردم خبر نداشت که عوامل بیرونی چیه. مردم هم نمی‌دونستن کجا برن. مردم بار و پندک خود بسته میکرد طرف پاکستان میرفتن. مردم اصلا نمی‌دونستن پاکستان چی گپ است. در اون وقت وسایل نبود، شاید از 100,000 نفر در افغانستان یک نفر رادیو را میشناخت. رادیو چی بود؟ به این خاطر عوامل خارجی هیچ طرفی داخل نبود. که آقا تو یک چانس بود که وقتی که مردم کترا مهاجر شدن و مردم در قریه و دیهات یک پاک قیام کردن با چرایی، با تیاق، با بیل، با کلک در مقابل قوای حزب دموکراتیک خلق افغانستان مردم قیام کردن. رهبران مجاهدین پیشتر در زمان داوود خان بعضیشون بدتر از این کودتا در پاکستان رفته بودند و اکثریت هم در همین زمان کودتا در زندان بودند. اعضای نهضت اسلامی افغانستان هم کتله اصلی در زندان بود تا سیاف ایران و خلقی ها که گرفتن در سال اول 117 نفر اعضای نهضت اسلامی افغانستان در تیرباران کردن در زندان را کشتن. این غلط است. اندیشه که عوامل خارجی بود، تحریک و دفاع بود. در اون زمان کجا بود خارجی؟ این درست نبود. قیام ملی بود. در این شکل را تا آخر هم قیام ملی باقی ماند. تو باور شو که زمانی برای ما استنگر داده شد در جهاد، زمانی برای ما راکت های BM1 بعد BM12 داده شد که شهرها را میتونه قدم در یک فاصله 20 کیلومتر بزنه. زمانی داده شد که جهاد به پیروزی رسیده بود. دولتی حزب خلق پرچم یا دولت کمونیستی در همه شهرهای افغانستان محصور مانده بودند. دیگه هیچ ولسوالی و علاقه‌دار قریه و قصبه دست از اینا نبود. در این زمان خوب نیروهای خارجی، کشور خارجی برای ما کمک کردند. ولی سیل از مهاجرین و 5 میلیون مهاجر که وارد ایران میشن در ایران و پاکستان که رفتن، یک زمینه مساعد بود که امیرسران نهضت اسلامی که در اونجا بودن، استاد شهید استاد درانی ربانی و حکمتیار و دیگر رهبران جهادی که در پشاور بودن و اونها حالی میگن دارن. مثلا مولوی خالیس یک آدمی وارد سابق در کابل بود، اونها رهبری در کابل بود. اینا کجا در خارج تاثیر کرده بودن یا رفته بودن؟ مثلا در آمریکا تاثیر کرده بودن، کاجیدی یا سیای اینا رو جو کردن، بستی بابرک و ترکی و نجیب اینا از مسکو اینا رو آورده بود. این خب هم یک اقلیتی قبول نمیکنه. استاد تا آخرین لحظه یک استاد پوانتو بود، استاد پوانتو بود، استاد پوانتو اینا در آمریکا رو دیده بودن، رفته بودن. نه با سفارت آمریکا کدام سند سال وقت سفارت آمریکا فعال سیر هم نبود در کار در کابل که اینا دست نشانده خارجی بود. خب یک گپ است. این واقعا ندارن. این نهضت خودجوش بود و خودجوش باقی ماند. وقتی که در پشاور رفتیم اگه وقت بود براتون بعضی مثالا نمیگم.
بله. رهبران مجاهدین به حد قدر و عزت داشتن در سطح دنیا، چون اینا در پیش روی کمونیسم واقع شده بودند. اتحاد جامعه شورای قصد داشت با آبهای گرم به خلیج برسد، دنیا را تهدید میکرد. اگر افغانستان سقوط میکرد، پاکستان در چند سال سقوط میکرد، اینها دنیا را میگرفتن. با 48 کشور هم کودتاهای کمونیستی در دنیا شده بود. برای خاطر خیر برای ما کمک کرد، جهان اسلام برای ما کمک کرد، کل دنیا برای ما کمک کرد. کمک وقتی بود که ما جهان پیروز کرده بودیم. درست. این کمک سیلاب آمدن 5-6 سال آخر. حال یگانه عکس مثلا رهبران مجاهدین میمونند در پاکستان که نفر آیسای دیدن کرد یا قیسیایی دیدن کرد، یا حالا رهبر افغانستان در قصر صدر مجلس پالیس سرابالی با ریگن دیدن کرد. این خود انصاف نیست. به خاطر اینکه وقتی بود که اونا عذر میکنن که شما بیایید در امریکا که با شما را ملاقات بکنید، در یک کوچه هامبورگ، برلین، واشنگتن، نیویورک، یک از رهبران مجاهدین میدید مردم زیورات خود جیب خود خالی میکرد برای از رو میداد مردم عامه دنیای خیر و دنیای اسلام. این از محبوبیت از اینا بود، به خاطر که ما در پیش روی کمونیسم واقع شدیم. اما سابقه و بک‌گراندشون که مداخله خارجی بودی که با یک پرافیگری است، کسایی هستند که جنایت خلا میخوان در اثری که بپوشانند. درست نیست، انصاف نیست. مردم افغانستان بسیار از مجاهدین افغانستان بودن، قومندانا که تا پیروزی شد به خدا نمی‌فهمند که امریکا چی است. اعتراف اخیری را که وزیر دفاع پاکستان خواجه محمد آصف داشته و او گفته که ما به خاطر عملی کردن پروژه های آمریکا، انگلیس و دنیای غرب دست به کارهای کثیفی اونها به لفظ خودشان یاد کردن در 3 دهه اخیر زدیم و گروه های را پرورش دادیم که اونها در واقع پروژهش از طرف دنیای غرب داده شده بود. فکر می با بسیاری ها بعد از همین اعتراف هم چنان که شما هم در بخش های آخر صحبتاتون یاد کردین که همین رهبران جهادی، رهبران نهضت اسلامی افغانستان میگن خب اینها اولین کسانی بودن، دست پروردگانی بودن که گویا پاکستان اونها را پرورش داد و به افغانستان فرستاد و تا ای که در ویرانی افغانستان به گفته اینها سعیم ساخته شد. چگونه از این اعتراف شما چگونه میبینین و امی گفته های وزیر دفاع پاکستان، آیا امی دوره رو در بر میگیره یا که منظور از اونها دوره دیگه است و گروه های دیگه که بعداً به میان آمدن؟ ببینید آرون جان، بسیار امی وزیر دفاع پاکستان حرفی دقیق زده. فرقی یا ببخشید دیگه با دشمن اگر تعریف میکنیم، فرقی یک آدم پاسیواد با یک آدم بیسیواد نمیست. اکثر سیاستمداران ما نوشتن خواندن را دارن، فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی که مردم فعال هستند نوشتن خواندن داره، سیواد نداره. سیواد دائما که اینا دقت نمیکنن. این آدم مثلا دقیق گپ زده، دقیقاً گفته که 31 سال میشه، 3 دهه گفته. از پیروزی مجاهدین افغانستان چند سال میشه؟ 32 سال میشه. 1404 است. درست 1404 است. 1404 است که جهاد مردم افغانستان در سال 1371 پیروز شد. دقیقاً این 3 دهه است که بعد از مجاهدین. این بسیار فکر کردن این گفته یادم زد. این دلیل عزیز است که ما دست پروردگار اینا نبودیم. یکی از دلیلی گفتم که بک‌گراند رهبران جهان، مجلس پالیس، مجلس ملی، وکیل شورا بود، همین بابر کارمال در شده وکالت شورا خود در شورا خود هم که جوت شکست. سرابالی خود در پانتون کابل استاد بود، استاد نوازی خود رئیس 15 شگرد بود، استاد سیاف خود در زمان جایشان زندانی شد، در زمان بابر آزاد شد. معناش که اینهایی باید خارج کنه. یک دلیل دیگه که 3 دهه گفته امیر دقیق گفته یادم. و نسل ما این دقت و سواد عالی را دارن توجه کنن به این گپ. تو ببین مجاهدین میفهمن در پشاور چه قسم بودن. ما در پشاور کمپ ها داشتیم در پاکستان، در کل پاکستان کمپ بابو داشتیم چرا از استاد اینجا 60000 خانواده زندگی میکرد. کمپ خراسان داشتیم با استاد ربانی، اونجا 50-60 هزار زندگی میکرد. کمپ ثوابی داشتیم، مثلا در ثوابی بود، کمپ مردم بود، باز کمپ شمشاتو بود، عزیز دوستان بود. هر حزب با خودش یک کمپ داشت و در کمپ از اون 60,000 50,000 خانه که در مجموع 3 میلیون تا 4 میلیون مهاجر میشه زندگی میکردن. اینجا ببینید خزا مستقل، هر یک تنظیم زمان جهاد ما دولت داشتیم در اونجا. ما از خود قضا داشتیم، ما از خود سارنوالی داشتیم، ما از خود تعلیم و تربیت داشتیم، ما از خود مواصلات یا سیستم ترانسپورت داشتیم، ما از خود در اونجا مراکز فرهنگی داشتیم، دانشگاه
دانشگاه‌های رسمی داشتیم. پوانتون دعوت جاد مثلا که دانشگاه بزرگ بندلی بود. مثلا ما دانشگاه‌های مثلا آکادمی پلیس داشتیم، ما ایپی یا مثلا حربی خوانزه و حربی پوانتون از جمعیت و اتحاد اینا داشتیم. یعنی ما مستقل بودیم. دولت پاکستان در ساحه کم ما میومد باید پلیس از اجازه بگیرد که از خط کم ما بعد مستقل بودیم با دولت‌های مستقل زندگی می‌کردیم. و رهبرای جهاد ما اگر یک رهبر خارجی می آمد تو باورت شود، رئیس جمهور از غرب می آمد، رئیس جمهوری عربی می آمد، هفته ها انتظار می‌کشید که استاد صاحب را ملاقات بکنه. استاد صاحب اگر با صده و مرکز دجاجی در مرکز مجاهدین روان می‌بود، رئیس جمهوری عربی می آمد در پشاور. استاد صاحب یک برنامه خود از دجاجی کانسل نمی‌کرد که آدم این آدم باید منتظر بشه که دجاجی می آمد که استاد صاحب استقلالیت ما به این حد بود. و این وزیر دفاع پاکستان دقیقی گپ زد. ما دستشان نبودیم. دستشاندگی از چه وقت شروع شد؟ از وقتی شد که القاعده در افغانستان مستقل شد و طالبان کم کرد. و تاریخچه از اینا که این است نامور چیکار کرده بود؟ کتاب از ترنیمام کتاب خود را تاران نوشته کرده، از زمان خود چاپ شده. من یک دو ماه پیش را باری دوم خواندم. این توریست پروری بعد از اون تاریخ شروع شد. بعد از اینکه مجاهدین در کابل آمد و غرب با مجاهدین پشت کرد، برای ما خیانت کردن، از ما را خنجر زدن. نیروهای تروریستی را خود امریکایی‌ها با عناصرشان به خاطر که مجاهدین و دولت اسلامی در کابل پای نگیرن اینا جور کردن. و این مردکان بود که ما با کمانده امریکا این کار کردیم. بسیار دقیق گفت. راجع به می کودکتاگرها رفتارهای بعدیشان بعداً نشان داده شد در جریان حکومتشان هم. بعد از اینکه حزب وطن ساخته شد تلاش کردند که خودشان مسلمان و مسلمانتر نشان بدن. شما در آغاز هم که گفتین مسائل دیگه بود، اونها واقعا تعهد کرده بودند که کمونیست هستند و کمونیست باقی میمانند. از رهبرای اصلی و اولشان که کشته شد نور محمد ترکی، حفیظ الله امین، مراسم دفن و کفنشان خب ناروشن است، نامعلوم است، ولی یک شمار دیگهش که در دهه‌های گذشته بعداً مردن، فوت کردن و یا که صحبت‌های ازشان وجود داره و گفته میشه، اینها تلاش میکنن و تلاش کردن که خودشان مسلمان‌تر نشان بدن یا همین مراسم کفن و دفنشان به اساس آموزه‌های اسلامی به میان آمد. حالا یک پرسش به میان آمد که خب اینها اگر واقعا کمونیست بودن، مسلمان بودن، چی بودن؟ آیا خود از اونها هم میفهمیدن که ما چی میکنیم، دست به چه کار انجام میدیم، یا گرویدی کدام راه و روش و برنامه هست؟ بسیار از خوب اجازه طبیعت بشر است. من واقعا برام استالین جلادی کمونیسم که 25 به روایت 30 تا 40 میلیون انسان کشت به خاطر کمونیسم، به خاطر عقیده و آرمان و دین مردم کشت، مردم از کلیسا. یک چیزی ممنوع بود. وقتی که نیروهای اطلاع راه آمد و کنارهای مسکو کی رسید، مسکو در شرف سقوط شد. نه بله، این دقیق روایت است. میشه از عبد حنفر یک استاد پروفسور است، سخنرانی از خانواده علمی از دین و استالین هم شب از کلی مردم رخصت کرد. روایت بسیار دقیق است که با استالین رفته بود در یک چرچ، در کلیسا، میگه شب تارون نیایش میکرد و صبح که خیز برای مردم که سخنرانی کرد گفت که اطلاع میاد به خاطر اینکه دین شما را، آرمان‌های مقدس شما را از میان ببرد. این طبیعت انسان ها هم است، خصوصا انسان هایی که ملحد باشن، انسان هایی که به خدا باور نداشته باشن. از روز اولی که دین آمده زمان حضرت موسی، فرعون وقتی که غرق میشد، روایت قرآن میگه گفت آمنت برب موسی و هارون، در وقت غرق شدنش گفت. بعد از اون در زمان پیامبر صلی الله علیه و وقتی که پیامبر صلی الله علیه و زمانی که پیروز میشن بسیاری از مشرکین مورد که مثلا ایمان آوردن. این تاریخ اینمی قسمت سالی اون واقعش قصه تاریخی است. فرض کنید مثلا یک آدمی که 20 سال 20 چند سال آدم کشته، 22 سال آدم کشته به خاطر دین و آخرین شب سقوطش میره و در کلیسا با بابا پیروز هم شد. مردم مسکو دوباره قیام کرد به نام دین اطلاع شکست دادن. این تاریخچه بابک و نجیب هم ما میگیم مردم میگم که قهرمان ملی مسلمان بود، آیت حدیث میگه. ما در یک جای دیگه در تاریخ خواندم که یک وقت لنین در ازبکستان از خرانی کرده است، یک آیت قرآن کریم خوانده. این خوب متاسفانه هم استفاده سوء از دین میگن و مسلمانان را متهم میکنن. بیشتر همی ملحدین از دین استفاده سوء میکنن. کسان استفاده سوء میکنن که در آخرین لحظه ناکامی از اونها حتی جواب میدن که ما را دین شکست داد.
باز اونا طبیعتا همین قسم وجود میگه شاید ما بدین بریم و دین ما رو نجات بده. در روزهای آخری حکومت بابرک در تلویزیون نشان میداد، طریق موارد شعور یگان تا برابر بشه دیده میشه که بابرک مسجد رنگ میکنه. این بسیار تعجب آور بود. بابرک که میگه که ما شما را شوروی روان بودیم و ارگستان شوروی باشه، یک مارکسیستی متعهد و با شرف باشه. امی دکتر نجیبی که از سال 1363 با بعد یاور، بادیگار، محافظی بابرک کارمل بودن. شاگرد سرسپرده بسیار متعهد و مخلصی با مقامات تعیین کرده. یک کمونیست دو آتشه، یک کمونیست بسیار دو آتشه. بازی بعد آخر مسلمان شواهد میخوام برای مردم ساده ما، مردم ما از نگاه تاریخی هم ذهنیت تاریخی ندارن. باز باور میکنن که نجیب مسلمان بود و دخترش هم بگذارش هم میگه که پوشتم در جار ما رو در خانه قرآن آبود. خیلی پدریان اختر در خانه قرآن می آبود. 1,50,000 نفر دیگه به خاطر دین ما رو نماز چرا در خواب کش. مردم مبالغه داشته باشه. و اگه دیگه اگه اصل است که میچینن جنایت توجیه نمیکنه. برای اینکه مجاهدین اومدن کابل برای جنگ‌های داخلی شد، بدون شک نداره جهاد آرمان‌های مردم رو بخواد کسان کردن. این دلیل از این نمیشه که کفر نجیب توجیه پیدا کنه، کفر بابرک توجیه پیدا کنه. این چیزایی که عقل مردم عوام میبرن و همون طرفدارای که از نگاه سلیقه‌ای طرفدار هستن، از نگاه قومی طرفدار هستن، از نگاه علمی رقابت بود. ولی واقعیت قصه است که اونا کمونیست بودن. کمونیست افتخارشون بود، کمونیست مکتبشون بود، به خاطر کمونیست خون دادن. بسیاری از اینها کشته شدن به خاطر کمونیسم، در سنگرهای ایجاد بنزین ایجاد کشته شدن. دیگه این واقعیت قصه نیست. بله درست است جناب استاد. بعد از اینکه خب این کودتا در نهایت قیام مردم نهضت اسلامی به پیروزی میرسه، پیروزی مجاهدین در 8 ثور به میان میاد، 8 ثور 1371. خب انتقادهای هم وارد است و گفته میشه شما هم یاد کردین، مجاهدین موفق نشدن که یک نظام، یک حکومت بسازه قرار آرمانهایی را که مطرح میکردن، صحبتهایی را که میگفتن اما به کرسی شانده نشد و باعث شد که کابل ویران شود و شمار زیاده قربانی شود. چی فکر میکنین چرا مجاهدین موفق نشدن؟ چه عوامل دخیل بود که باعث شد تا مجاهدین نتونن و که یک نظامی را شکل بدن، اما آرمانهایی را که مطرح کرده بودن، شعار داده بودن، او را عملی بسازن؟ این جوابی نتایج کودتا را در یک دقیقه مرور میکنیم که در تاریخ ثبت شده. این دقیق است دارچه ملل متحد و در ارگان‌های بی‌طرف است. و آمدن کودتا مردم افغانستان قیام کردن. در گفتم که در 18 ماه اول حکومت خلقی ها 17,000 نفر در افغانستان اعدام شدند و کشته شدند. بعد از روی کشتارها دوام پیدا کرد. بابرک کارمل که به قدرت رسید، نجیب رئیس خواهد شد، 5 سال و چند ماه رئیس خواهد بود. در این مدت 150,000 نفر در افغانستان، دقیق است 150,000 در افغانستان در پلیگون‌ها کشته شدند و شهید شدند. به سرنوشت هنوز مردای بسیاری پیدا نشدند. دو سیوم، بعضی روایت است که 17,000 قریه، بعضی روایت است که 35,000 قریه و قصبه در افغانستان بمباردمان شده، 5 میلیون نفر مهاجر شده، 1 میلیون نفر شهید شده، 2 میلیون نفر معلوم شده در افغانستان. اقتصاد افغانستان 100 سال به عقب برگشته، اما زراعت و مالداری و یک توسعه محلی یا همون ابتدایی که در افغانستان به عقب رفته شد، این نتایج کودتا بود و او آتشی که روشن شده تا این روز هم خاموش نمیشه. اداره به سوال شما ارتباط هم داره که مجاهدین چرا ندانستن. اول گپش همین بود که مجاهدین خلاصه بگیم تو از وقت استفاده کنیم. مجاهدین همون کابینه را که آمریکایی‌ها تشکیل داده بودن در غرب در آمریکا رای میکنن که جای مجاهدین هم کردن، با این فکر بودن که وظیفه مجاهدین خلاص شد، حال حکومت باید آمریکا را تشکیل بدن. مجاهدین دیگه قبول نکردن و بینیسوان بسیار زیاد تلاش کرد، نماینده آمریکا، سفارت آمریکا در پشاور بسیار تلاش کرد، استرابانی اینا خصوصا 3 رهبر استرابانی، موسی حکمتیار و مالک خالصی را قبول نکردن. عاملش این بود که غرب از اینا پشت گرداند و خنجر از پشت زد و تحریک کرد جنگ‌های داخلی منطقه. یک عامل دیگه این بود که خودخواهی مسکریفتر اشاره کرد از نگاه سایکولوژی مردم افغانستان همگی و باز در بعضی‌ها یاد داره. خودخواهی که در افغانستان بود هر دلیلی که بود، احمد شاه مسعود توانسته بود که این رژیم بعد از 3 سال مقاومت بر از رفتن روسا با این کمک‌های روسا چی داشت، جنگ جلال‌آباد ناکام شدیم. مجاهدین یک جنگ تمام عیار در جلال‌آباد گرفتن و ناکام شد. احمد شاه مسعود یگانه کسی بود که تانست با یک اقدام سیاسی نظامی
که یک بخش از نیروهای نجیب که ملیشه‌ها بودن و ملیشه‌های قومی بودن. نجیب اردو را با ملیشه‌ها تقسیم کرده بود، این را به خود جذب کنن و یک شکل کودتا، نه یک شکل که از داخل نظام آقاشون و احمد شاه مسعود کرد. در اثر خودخواهی ما به صراحت میگم، خدا را شاهد باشن که سیاسی نیست، در اثر خودخواهی‌های آقای حکمتیار این جنگ‌های داخل شالور شد. تمام تلاش‌های جهان اسلام را برای جهان اسلام را برای جهاد، مخابره احمد شاه مسعود برای چون مسجل از یک سال تجربه زده از حضرت استاد توصیه هر کارگر نکردی حکمتیار به خاطر اینکه فلان گویا یک رقیب احمد شاه مسعود در افغانستان کامیاب شد و همین جنگ‌ها را شالور ساخت. کابل 3 سال راکت باران کرد، چند دفعه ائتلاف کرد. یک بار ابرای حضرت ابی جنرال دوستم یا نیروهای دوستم که میگفت که اینها ملیشه هستند، به خاطر از اینا مدد دولت نمیاد. باز مثلا ابرای ائتلاف کرد در جدی 374 73 که دوباره کودتا کردن و این ناکام شد. خودخواهی ها بود و باز در عین زمان هم خودخواهی های بعضی گروهای کوچکتری مثل آقای مزاری اینها که اینا تقاضاها و خواسته هایی داشتن که در این دولت احمد شاه مسعود و موسی ربانی و از همین جمله مجاهدین تشکیل شده بود و این یک دولت اتفاقی بود، کلی در سهم داشت. همین چوکی‌ها برای اعضا برای رهبران تقسیم شده بود نماینداشان. اینها خودخواهی ها، اول عامل غرب، دوم خودخواهی های اشخاص عناصر بسیار معلوم الحال که این کاری بیگناه. باز اونا که کار کردن در دفاع جمعیت اتحاد مؤسسات احمد شاه مسعود اینا در دفاع شاید خطایا از اینا از پیش ولی مجبورن دفاع کنن از دولت. این دو. سوم ISI پاکستان این زمان شروع می شود. وزیر دفاع پاکستان چقدر ارتباط داره از دیگه منطقی از همین زمان شروع می شود. همین چیزای توریستی خواسته ISI در طول 14 سال ایجاد به فکر بود که همون نیرویی که زیاد در توجه داشته نیروهای اسلامی در افغانستان حاکم بشه. اینا احمد شاه مسعود خوش نداشتن. ناگهانی ورق قسمی از وقتی ولی مردم افغانستان بگویم که ورق قسمی برخورد که این نظام توسط احمد شاه مسعود سقوط کرد و ISI خود در میدان داشت. هم غربی هم ISI اینا دیدن که چیزی که ما می‌خواستیم نشد. این سه عامل داره. عاملی غرب، ISI و یک عامل دیگر هم ذکر می‌کنم که به عدالتی نشود. ما چند مثال میدیم اجازه این مثال میگیم. ما همیشه یک طرف قضاوت کردیم ولی مرا شاید یک طرف قضاوت کردیم. یک از عامل همین طرفی احمد شاه مسعود و سرامون هم دولت اسلامی در کابل بود. اینها نتونستن که کاور کنن همه افغانستان. ما یک مثال براتون میگم. این جمعیتی‌های برادران جمعیتی با بفهمن انصاف داشت. وقتی کل اردوها تقسیم کردن یک کماندان بسیار گندم داشت از قوم ناراضی بود در همین خوست در پکتیا ویژه یک کماندان بسیار گندم که 20 نفر جمعیت داشت جمعیت اسلامی داشت. همین جلال الدین حقانی پدر همین انس حقانی را که فعلا است در خوست پکتیا بزرگترین نیرو را اینها داشتن. همین فرقه را که باید در خوست بود فرقه را با همین کماندان جمعیتی که 10 نفر 20 نفر بود به این تسلیم کردن با جلال الدین حقانی را گفتن که تو برو کماندان خوند شو. یک مثال یا مثال دیگر در قول اردو یا فرقه که در کندز است اینها مثلا عارف خان که جمعیتی بود از قوم پشتون بود بزرگترین نیرو را در اتحاد اسلامی داشت که او با نام کماندان امیر محمد یاد بشه با نام امیر چغی بسیار یک آدم شریف مجاهد که بود باز جنگ بود شهید شد. این نیروها از عارف خان و از کی بود از چی نام داره از کماندان امیر بود. جمعیت اسلامی کماندان قول اردو را سید نجم‌الدین آقا را از بدخشان کماندان بسیار زبده و قوی کفا بود اونجا برد مثلا عارف خان میخواست همراه کماندان امیر شهید که زیر دست کار کنه که برک از بدخشان رفت. این دو مثال از هزاران مثال است که اینا بدنام بیگناه نیستن. اینا ندانستن که افغانستان را کور بکنن. تمام صلاحیت ها پول در اینجا مستربانی و مستربانی که پول امضا میکرد که همین پول به قندهار برا همین پول به جلال آباد برا همین پول به خوست برا پکتیا برا بودجه قانونی یک فرقه بازی که از پیش مرحوم فهیم خان دیده وقت مارشال نبود باز همین پولی که مستربانی میداد که امنیت ملی که مارشال فهیم امضا نمیکرد این چی نمید اجرا نمیشه. ببینید همین جان این ملامت است. اینا نتونستن که افغانستان را به همین بزرگیش کور بکنن. سینه از اینا عوامل مذهب خودش اینا ندانستن که فکر کنن که افغانستان است.
افغانستان پنشیر نیست، افغانستان بدخشان نیست، افغانستان پروان کاپیسا تنها نیست، افغانستان تنها کابل نیست. به همین خاطر بود. یک مثال دیگه هم براتون میگم. ببین قماندان طالبان که مثلا طالب شدن، یک نیروی از اینا اومدن همین قماندان کلا کلا زنده هستن، این وسیع کنن مردم ها نام شاردن مولا برجا هم بود وقتی که اینا اومدن در پغمان. اینها یک با اونجا انتظار میکشیدن رئیس جمهور را دیده نمیتونستن. اصول ربان دیدن، اصول ربان در چشته بود تمام دیدن ما بودیم، ما بدخشان. هیچ وقت ما فکر نکردیم که اینجا افغانستان است یا دیگه مردم است یا دیگه ملت است. کمه که دیگه جهاد هم داره. جانبی دولت گناهش هم که اینا کور کرده نتونید. درست. اینا نتونستن که مردم افغانستان را قناعت بدن که ما دولت متعلق به همه مردم افغانستان. در این جریان جنگ ها نتونستن. این مثال فرقه خوستا گفتم براتون مثال فرقه مثلا چی را گفت. این طرف هم یک جانب قضاوت میکنه. آن ما از این ذهنیت خلاص نشدیم. تمام این نیروهایی که در افغانستان از نیروهای سیاسی، تمام جریان ها ما از این ذهنیت کوچک از تعصب، آلوی تعصب به تعصب قومی و تعصب جغرافی که ما انجام میدن. این کم ظرفیتی در تمام جناح وجود دارد. کم ظرفیتی جریان های افغانستان. اجازه بدین که با پایان این صحبت ها با شما برسیم و به عنوان پرسش آخر جناب استاد قیاسی میخوایم که شما بپرسیم که وضعیت امروز افغانستان که به دست گروه طالبان افتاده و میبینیم که سرزمین ما و شهروندان افغانستان با چه مصائبی در نزدیک به 4 سال است که با او مواجه هستند، چقدر فکر میکنین که محاصل یا دستاورد همین کودتای 7 ثور است؟ بسیاری ها همخوانی های و همزاد پنداری های زیاد را میان کودتاگران و گروه طالبان برمی شمارند، چه بسا که بر اساس بسیاری از اسناد تاریخی هم در بنیادگذاری گروه طالبان در پاکستان هم شاخه از حزب دموکراتیک خلق که بیشتر خلقی ها بودن، عموما خلقی ها را هم میگن که از بنیانگذاران همی گروه هستند. امروز هم میبینیم که هم در داخل و هم در بیرون یک شماره چهره های خلقی همچنان برای گروه طالبان لابی میکنن، توجیه میکنن. حتی گفته میشه در شکنجهگاه های گروه طالبان اما اعضای حزب دموکراتیک خلق هستند به مو اساس پیش میرن. چقدر فکر میکنین که امی 7 ثور دخیل بوده و دستاورد از او شرایط امروز افغانستان است و اگر اینمی روند ادامه پیدا بکنه چه سرنوشتی با گروه طالبان مواجه خواهد بود؟ خب در این شکل است که تسلسل امو یک دور یا تسلسل دوری باطل یا تسلسل میگن در منطق این اموز در این شکل است. یعنی یک اشاره کنید در چند ثانیه وقتی خلق پرچم یک دیره کشان در داخل خودی را کشورا بکش اختلافی که با بالاخره مجاهدین آمدن در مجاهدین دامادر مجاهدین خلق پرچم رفت داشت. یک گروه از خلق پرچم نیروهای جنرال دوستان و مومین و اینا رفتن وکیل اینا را در پلوی احمد مسعود و نیروهای زیره و اسلام وطنجار و کی بود مانوکی منگل و اونا رفتن در پلوی یک بچار. اینا رفتن در جنگ‌های داخلی بازی کردن. جنگ‌های داخلی خود در اثر قدرت همین نیروهای خلق پرچم خود ادامه پیدا کرد. فقط در رأس و کوارش هم مجاهدین قرار گرفته بودن. بعد از اینکه مجاهدین باز دوباره که طالبان آمد باز هم قصه دوام کرد. این داستان تا امیال که دوام میکنه امیال لازم است. شما خوب اشاره کردید. همین ذهنیت‌ها را ببینید که همون قسمی که خلقی مثلا در آمریکا شیشته و یا در میزهای کرد که میان اکثر خلقی هستند، پرچمی هستند، پرچمی های نجیبی البته پرچم خود دو شاخه است. اینا مثلا حمایت میکنن از طالبان. بوزه که در پرچمی های مثلا بابرکی است حمایت میکنن از نیروهای شمال و از مجاهدین و اینها. این بدون شک همین تسلسل و ادامه همو که پس هنوز این نسل از اون منقرض نشدن. همو خلقی پرچمی که امریکا را مثلا یا غرب مثلا امپریالیسم گفتم مردم افغانستان به خاطر اینکه امروز شیشتن در دانمارک، در هلند، در سوئدن، مثلا در واشنگتن، در واشنگتن دول از اون میخرن و طالب تایید میکنن. یعنی و باز شکل رژیم، همین برخورد رژیم با مردم، همین سرکوبی توده مردم، سرکوبی آزادی های مردم کافی از دیگر است. من وقت دیگه در بحث برنامه با شما گفته بودم که این متاسفانه مردم افغان وقت چی نکردن، یعنی پند نگرفتن از گذشته. همین بدبختی را کافی کردن و ادامه دادن. ما امیدوارم که ادامه بعدیش از طالبان با رفتن از یک کارشون و کم بالکل
اشرف غنی مثل کی فکر میکنه، مثل افضلامی فکر میکنه. یا مثلا در گروه تاجیکش که مثلا در طرف مثلا امور شعار قومی میتن، مثلا مزدک اینها اینمی سلسله جریان داره. یک همه گناه را کردن گناه نیست، ولی گناه جز یا عنصر اساسی در این جریان ها هستند. ما کلی گناه را کردن بیچاره نمیدونیم، ما گناهکار هستیم، ما گناهکار هستیم. این ملت افغانستان باید از این حالت برد. جناب دکتر میرویس قیاسی، استاد دانشگاه، پژوهشگر و گواه حوادثی که ما یک بخشش در این برنامه باش صحبت کردیم، بسیار سپاسگزار هستیم که فرصت دادین و با ما صحبت کردیم.